100 سال دیگه مثل سال 1502 هممون با خانواده هامون و دوستانمون زیر خاک هستیم. غریبه هایی توی خونه هامون که سخت کار کردیم و ساختیمشون دارن داخلش زندگی میکنن و یکی دیگه صاحب همه چیزهایی میشه که امروز برای ماست. بیشتر دارایی های ما اهدا شده یا دور انداخته شده. مثلا ماشینی که با هزار زحمت الان گرفتی تبدیل به آهن قراضه شده. نوادگانمون به زور یادشون میاد ما کی هستیم، اونم تازه اگه کنجکاو بشن در موردمون. مثل الان که خیلیامون نمیدونیم جدهای ما که بودن. بعد از مدتی حتی از خاطره ها پاک میشید و کاملا حذف از یادها. وقتی شما الان از بین برید و فوت کنید، تنها دغدغه اصلی مردم انتخاب نوشابه سیاه یا زرد سر سفره ختم است. اگر الان از بین بری، پدرت یا مادرت دلش به حال این میسوزه فرزندم از دست رفت. همسرت به خاطر اینکه تو مرد زندگی بودی و مایحتاج زندگی تامین میکردی ناراحت میشه. بچه‌هات به خاطر این ناراحتن چون سایه‌ای بالا سرشون نیست. آیا کسی هست به خاطر شخص خودت و به خاطر نبودت ناراحت بشه؟ یه لحظه خوب فکر کن. ببین آیا ارزششو داره تو الان نگران چیزایی باشی که ذهنتو مشغول کرده و نمیذاره از الانت لذت ببری؟ واقعا ارزششو داره هر روز غم بخوری، هر روز افسرده باشی؟ یادت باشه اگه ناراحتی الانت 5 سال دیگه اهمیتی نداره، پس دیگه بهش فکر نکن. تو فقط یک بار به دنیا اومدی، پس از این مسیر لذت ببر. مقصد وجود نداره.